ازت زد میکنه این رکورد صفحه؟ آره الان استاپش میکنم. خوش بذار بچه ها واچ لیست رو ببینن چیکارشون می‌کنی. آخه مثلا این خیلی ارزو بدیه یه سریاش. اینا دارم میگم که آخر کار بذار اکات نکنه شما هم ببینید. آره. خیلی جالب نیست. یه سری ارزو جالب نیست. نگران هستم که شما برید بخرید برن ضرر کنید. ولی واچ لیست اصلا نیست. واچ تاثیر رو نمیکنه اینجا عمومی. خب مدام تغییرش میدم. بای. اختیار داریم آقا حالتون مرد بزرگی کریپتو شما مرد بزرگ فاندامنتالی. داستان شروع دوستی من محمدم از زمانی که حالا با هم اولین ویدیو کال رو داشتیم ما بیاد جالب بود که براوزرم رو شیر کردم بوکمارک رو بهت نشون دادم یاد میاد که دسته‌بندی کرده بودم بوکمارک رو. بله اگر باشه یه نکته که هست اینه که بیشتر من تصویر ذهنیم از تو این بود که استاد آیلتس من بود و خیلی لطف می‌کرد و با هم دیگه خیلی مچ شدیم و دوست شدیم و خیلی هم علاقه‌مند به حوزه کریپتوکارنسی بود و همون موقع پتانسیلش بود ولی توی این حوزه بخش فاندامنتالش رو بیشتر از و بهتر از خیلی از آدمایی که توی حوزه‌های یوتیوب و پیجای اینستاگرام هستن پیش رفتی و دمت گرم ترکوندی. اتفاقا من یکی از دلایلی که واقعیتش به این علاقه‌ای که همیشه داشتم و حالا قریب به 4 ساله که مطالعه دارم یه جورایی روزانه و دیگه حالا هم خانواده و هم همکارا محمد شاکی انا آره میگم ما از صدای اینا و نمیدونم این چیز برای ما وقت نمیذاری خلاصه از این صداهایی که گوش می‌کنیم دیگه بعدشون میاد. یکی از مشوق‌های من هم از ابتدا محمد بود و اینکه متوجه هم کرد که کاری که میکنم کم ارزش نیست و به حال جایگاه خودش رو داره به اندازه‌ای که حتما با ارزش این موضوع به دلیل اینکه دنیای جدیدیه. یعنی اون کسی که اینو الان متوجه نمیشه در آینده پشیمون خواهد شد. مثلا خیلی از حوزه‌های مالی و خیلی از حوزه‌های سرمایه‌گذاری که بعداً آدم‌ها متوجه میشن که چرا انقدر دیر و هر چقدر که پیشگام‌تر باشی زودتر واردش بشی بیشتر درکش کنی خب قطعاً شرایط بهتری برای مارکتت و اون بیزنست رخ خواهد داد. فکر می‌کنم صحبت تا ما هنوز وارد بحث اصلی نشدیم بریم ما مخاطبای جوری سلام علیکم می‌کنیم. هنوز معرفی کامل هم نکردیم خودمون. شما یه جوری داری از اون میکرو ترند ها و ماکرو ترند ها صحبت می‌کنیم. مثلا شاید ترند اصلی 10 سال اخیر که الان من و شما صحبتمون هست بحث کریپتوه خب 15 سال اخیر اما حالا از سال 2009 که بیت کوین در واقع وایت پیپرش اومد بیرون و ادامه داستان ها اما این وسط ما یه سری مایکرو ترند ها هم داشتیم. اون ماکرو بوده اینا مایکرو یعنی مثلا همین بحث متاورس بحث دیفای یا دیسنترالایزد فایننس وب 3 و حالا چیزایی که می‌خوایم صحبت بکنیم اینا هر کدومش توی سال‌های اون مایکرو ترند ها بودن. مثلا الان همون دیسنترالایزد سوشال نتورک ها که حالا می‌خوایم صحبت بکنیم و اون ماکرو ترند یا اون ترند بزرگ اصلی چیزی شبیه مثلا گوگل و آمازون و در واقع شرکت هایی که حالا بعد دات کام بابل رو تو سال اول از 2000 رقم زدن یعنی سال 90 تا بین سال 92 94 تا 98 99 خب رشد اینها خیلی زیاد بود توی استاک مارکت دیگه و خیلی ها به سراغ اینها رفتن کسایی هم برنده شدن که همون سالها وارد شدن. دقیقاً مثل حوزه همون متاورس که تو این یا همون گیم فای آره گیمفا خیلی از دوستان اولش نمیدونستن اصلا چه شرایطی میخواد به وجود بیاد بعداً دیدن که وای چقدر پامپ کردن چقدر کوین های خوبی اومدن چه پروژه های عظیمی اما اینا همگی یه مقطعی دارن به خاطر اینکه در حال پیشرفت این مارکت و هر روز داره کوین های جدید با پروژه های قوی تر پروژه های بهتر شرایط جدیدتری داره براش به وجود میاد. یکی از مهمترین شرایطش ETFی بودش که مدت قبل داشتیم که باعث شد که مارکت بیشتر معرفی بشه به افرادی که در حوزه‌های مثل استاک هستن حالا بورس هایی که توی هر کشوری بخوایم اینطوری در نظر بگیریم اونا توجهشون جلب نبود و الان همونطور که میگی حوزه های مختلف و شرایط مختلف هر روز در حال تغییره و همه چیز جدید میاد که یکی از اونها رو توی این ویدیو و توی این بخش میخوایم با هم دیگه در صحبت کنیم. تو مسیری که در آینده خواهیم داشت باید از الان مشخص باشه.
شما زمانی که مثلا مسیر و گام حرکتیمون رو بدونیم که کجا مقصد هست، بین مثلا حالا 10 ها مسیر خیلی ما رو راحت‌تر به نتیجه میرسونه. یعنی در واقع اون جهت داشتن به قول خودت بهتره تا که حالا ما حرکت رو بکنیم ولی باری به هر جهت بدونیم تو چه راستایی داریم. خیلی از دوستان مثلا هنوز توی یکی از پروژه‌ای هستن که دیگه دارن فید میشن. مسئله که هست دقیقاً اینه که با هر بول ران لزوما پروژه‌های قبلی پامپ نمیشن، یعنی پرفورمنس عالی که توی بول ران قبلی داشتن رو دوباره حالا در واقع تکرار نمی‌کنن. برای همینه که ما امروز کنار شما هستیم که با یک یا چند نراتیو جدید همراه محمد عزیزم که افتخار داده در خدمتتون باشیم. این هم بگم در راستای صحبت محمد و بعد بریم سراغ اون که ETF ها یا همون Exchange Traded Fund ها یا همون صندوق هایی که اجازه دارن توی مراکز بورسی اکسچنج بشن، یعنی من و شما بریم به صورت در واقع سهام اونها رو تهیه بکنیم، این اجازه رو میدن محمد که اون traditional investor ها یا اون سرمایه گذارهای سنتی که واقعیت این غالب پول هم دست اونهاست، یعنی نسل جوان خب در مجموع درصد کمی از اون سرمایه ها رو هولد میکنن، اون افرادی که نگاهشون سنتی به طرف کجا مثلا قبول می‌کرده که یه والت توی موبایلش بذاره بعد مثلا $1 میلیون بیت کوین بگیره بذاره داخل اون، دیگه الان بلک راک براش این کارو میکنه، میگه آقا من همه چی خود من میگیرم، تو فقط سهام من رو میگیری، تضمین شده است. و این باعث میشه که حتی اگر 1 تا 2% کل سرمایه ترادفای اون ترادیشنال فایننس هم بیاد داخل بازار، چه پامپی رو ممکنه در حالا به مرور نه لزوما یک باره بشه که البته در داستان ETF به قولی باید نیوز سل د رومر هم رخ داده، یعنی قبل از اینکه اصلا ETF تایید بشه عملا ما اون رلی رو اون صعود رو داشتیم و بعدش یه جوری ایستاد و الان که داریم این ویدیو رو ضبط می‌کنیم حالا نمیدونم با چه اختلافی به دست دوستانمون برسه ولی یه جوری همون هولوش اول در واقع نوسان کرد، الان پامپ داره می‌کنه دیگه، درسته؟ بله الان دیگه کم کم همزمان که داریم صحبت می‌کنیم چند محمد الان بیت کوین 52 بود، آره امروز 52 200. آره و خب این پامپ 2-3 روزه باعث شد که این حرکت اتفاق بیفته و حالا یک سری اخبار واسش داشتیم و یک سری اتفاقات که حالا تو این ویدیو قالبش نمیگنجه، اما میتونیم ویدیو تحلیل خبری هم گاهی بریم برای همراه هم باشیم. حالا ببینیم که در ادامه چه محمد من شما نمیشناسم، می‌خواستم همزمان با اینکه من باهات بیشتر آشنا میشم مخاطب هم بیشتر شما رو بشناسم، دوستانی که بار اول هست که چهره‌تون رو می‌بینن و صحبت‌هامون رو میشنون. خب من محمدی هستم و چند باحال محمد. بله محمدی هستم و فیلد اصلی و کار اصلیم ساختمان هست و در این حوزه تحصیل کردم و تو هم حوزه هم کار میکنم. بخشی از این سرمایه‌گذاری ها و مارکت هایی که توش هستم کریپتوکارنسی که الان چند ساله تو این حوزه فعالیت کنم، تحلیلگر بازار مالی هم هستم، با شرکت های مختلف هم کار میکنم. حالا حوزه‌های مالی های دیگه هم کار میکنم که حالا دیگه جایی برای گفتنش نیست و خوشحال میشیم که شما آشنا بشیم. مرسی. من هم که فرزاد هستم سلیمانی، در واقع زمینه اصلی فعالیتم همونطور که محمد پیش از این هم توی فرمایشاتش در ضمن اونها گفت آموزش زبان هست در حوزه آیلتس و آزمون‌های بین‌المللی یا زبان انگلیسی، زبان‌های دیگه فعالیت کردم قریب 2 دهه هست، اما همواره این نیم نگاهی هم به بازارهای مالی داشتم به خاطر علاقه‌ای که به این حوزه دارم و خب الان بیش از 4 سال میشم که به صورت تخصصی و مستمر حالا بوده توی برهه‌های بخصوص توی بیرران که این مقدار در واقع بیر مارکت که دیگه بولران و بیر مارکت رو چیز کردم، توی بیر مارکت که یه مقدار بازار دیگه خوابیده بود و منم دیگه حسابی تو ضرر بودم میشد مثلا حالا روزانه دیگه سراغ مارکت نیام، دیگه اون بحث روانشناسی وقتی که تو ضرری و کلا حال خراب کمتر هم میری سراغ مارکت و خبرها، ولی واقعیت اینه که در مجموع مستمر حالا شاید نه هر روز هرچند توی برهه‌های خاص که همیشه هر روز بوده ولی بودم و مطالعه دارم توی حوزه‌های مختلف که حالا سعی می‌کنیم اینجا هم مختصر اطلاعاتی که هست رو با هم در اختیار شما بگذاریم. مرسی از همراهی و اینکه وقت می‌ذارید و ما رو تماشا می‌کنید. ممنون از شما دوستان عزیز. یه صحبتی و یه بک بزنم. من یه صحبتی داشتیم در خصوص اینکه شما فرمودید که اونایی که توی حوزه‌ها و
مارکت های سنتی تر تردیشنال هستن، خب تردیشنال مارکت هر کسی که توش فعالیت میکنه به سختی وارد میشه. اما الان اتفاقی که افتاده توی این یکی دو سال این هستش که افرادی که وارد شدن و همونطور که توی ETF که صحبتش کردیم، افرادی که میخوان وارد شدن دیگه نمیرن اون ارزهای قدیمی رو بخرن، چون در مورد اون صحبت میکردیم. اینو میخوام خدمتتون عرض کنم در جریان باشید. پروژه های جدیدتر و قانع کننده تر برای سرمایه گذاری ملاک اصلی افرادی هستش که محتاط ترن، چون افرادی که توی بازارهای سنتی کار میکنن باید قانع بشن و وارد این مارکت بشن. شما انتظار نداشته باشید برید یک سری شت کوین بخرید یا یک سری کوین هایی رو همینطوری بر حسب شنیده هاتون خرید کنید و احساس کنید مارکت مثل قدیم هست. ببینید مارکت یک محدودیتی داره برای پولی که وارد شده و اینا باید تقسیم بشه بین کوین هایی که روزایی که شروع کردیم حدود 5-6 هزار کوین بوده، حالا قبلترش کمتر، ولی الان که بالای 20,000 20,000 تا فکر کنم بیشتر باشه. من دقیقش نمیدونم ولی عددش نمیدونم، چون الان ساختن یک کوین روی شبکه بایننس یا شبکه‌های دیگه هیچ کاری نداره، چند تا کلیک دیگه. 20,000 تا فکر کنم مال سال پیش بود، الان فکر کنم محدوده 200,000 تا. میتونیم نگاه کنیم با هم دیگه. اوکی. من اینو الان اعلام می‌کنم که ببینید چند تا کوین امروز الان همزمان توی این بخش الان که داریم صحبت می‌کنیم من چک می‌کنم. همزمان که شما در واقع چک می‌کنید من اینم عرض بکنم که در واقع ببین تردیشنال فایننس اون تردیشنال اینوسترها که به سختی اعتماد میکنن همونطور که فرمودی الان ETF ها رو دارن، یعنی الان میتونن خب دیگه روی بیت کوین سرمایه گذاری حالا چه میان مدت چه بلند مدت انجام بدن یا حتی کوتاه مدت. همونطور که پیش پیروز هم صحبتش شد بحث ETF های اتریوم هم که خیلی جدی شده با رأی دادگاه که در واقع رو بحث ریپل بود و این اثبات اینکه نیک سکیوریتی نیست در واقع خیلی زمینه هموار شده. امید برای اینکه دیگه اونها بتونن مستقیم به اتریوم هم دسترسی داشته باشن زیاد میشه. اما ما همزمان چیزی هم که هست اینه که این نراتیو ها یا اون حالا تو انگلیسی میگن نراتیو فارسی فکر کنم میشه اون ترند، اون چیزی که میاد یه دفعه همه حرفشو میزنن، چیزی مثل متاورس، مثلا دیفای توی بحران قبلی سال 2021 و مثل میم کوین ها. واقعیت اینه که اینها گاهن به گونه‌ای هایپ میشن توی فضای اجتماعی و دیگه تردیشنال اینوسترها هم سراغش نمیان، ولی چون اینا حجمشون معمولا مارکت کپ پایینی دارن اصلا نیاز به اون سرمایه بالا هم برای پام شدن ندارن. یعنی در واقع خواستم این رو انتقال بدم به همراهانمون که ما لزوما نمیگیم که اینها هیچ وقت پامپ نمیشن. ببینید بحث سرمایه‌گذاری ما برای خودمون بشناسیم دیگه، هدفمون از سرمایه‌گذاری چیه، چه میزان ریسکی رو میتونیم متحمل بشیم، چقدر سرمایه می‌خوایم بیاریم، مدیریت سرمایه‌مون. اصلا شما یه نفر هست وقتی که مثلا ما میگیم شما بیا روی فلان کوین در واقع سرمایه‌گذاری بکن، یه دفعه به قول انگلیسی‌ها he goes all in، هر چی داره رو میفروشه میره اون کوین سرمایه‌گذاری می‌کنه، یه نفر دیگه استاپ شده تازه 1% از سرمایه‌شون میره، حتی اگر اون 1% مبلغ کمی باشه. پس اینها همه صحبت این نیست اونها رشد نمی‌کنن، اونها رشد می‌کنن، اما آیا این رشد یک رشدیه که مثلا یه هفته رشد می‌کنه میره بالا بعد میاد پایین، یا یک ماه یا 2 ماه، یا دید من و شما یه دید دراز مدت، همه اینها میتونه تاثیرگذار باشه. و اینو خواستم در تکمیل صحبت محمد عرض بکنم که به هر حال اونها هم هایپ خودشون رو گاهن دارن. قطعاً میم کوین ها رو ما باز خواهیم داشت. فکر کنم این میم کوین توی سولانا بود محمد، بانک بود اسمش، نه بانک هم مثلا اخیراً خیلی رشد کرد، رشد بعد 36% اگه اشتباه نکنم یا 3600% همچین چیزی رشد کرد. چک می‌کنم. آره ولی فوق‌العاده رشد زیاد بود و یعنی چون به حال همیشه اینا وجود خواهند داشت. یعنی مثلا حالا جالبه که خود دوج کوین که هنوز هیچ در واقع یوز کیس مشخصی براش بیرون نیومده، محمد دوستان هم پیاد دارن اگر تو بحران قبلی بوده باشن که آل تایم هایش، مارکت کپی که تو آل تایم های داشت، همین الان بهترین پروژه ها 1/8 اون هم نیستن. یعنی مجموعه اون مارکت کپی که دوج داشت چیز عجیب غریب بود. بله. خب و می‌بینی که وقتی جزء 5 تا قرار میگیره خیلی ولی از اونجایی که همونطور که خودت هم گفتی، از اونجایی که این مارکت داره بالغ‌تر میشه، نمیشه دورنمای طولانی رو برای حالا ادامه حیات کوین هایی که لزوما فاندامنتال قوی ندارن متصور و مرسواری، ولی شاید بد نباشه کرد. اگه ببینید وقتی که یک نظر تو چیه؟ من به نظرم همیشه وقتی که مارکت به سمت بالا حرکت میکنه یا حتی میریزه،
همه اینا تاثیر میگیرن. یعنی شما به راحتی میتونید در یک روند صعودی قوی مصوری رو انجام بدید، یعنی به خیال راحت، چون یک وقتی پول وارد میشه همه انتظار دارن که مارکت از یه جایی رشد کنه یا اون کوینی که دارن رشد کنه و این اتفاق میفته. این به خاطر سرمایه‌گذاری درست اون شخص نیست، بله به خاطر پولی که وارد میشه هیجان. ببین مثلا فرض کنید الان یک ارزی مثل سولانا، خب توی پیج اینستاگرام از $18 معرفی کردن، $25 تو تلگرام $30 و الان روی $120 $118. خب این اتفاق برای بقیه کوین ها نیفتاده. چرا؟ چون یه سری فاند داشته، یه سری اینفلوئنسرای بیت کوین و کریپتوکارنسی روش مانور دادن، مارکتینگ قوی داشت، پروژه قوی بود. اولا به داون تایمایی که چند بار بهش برخورد ولی باز هم تونست برگرده و این جالبه. حالا همین 4 روز پیش هم نمیدونم حتما شنیدی دیگه 5 ساعت آف بود، یعنی داون شد شبکه. من نشدم ولی جالبه که هیچ تأثیری روی این هایپی که الان روی سولانا هست نذاشت و این باز خودش نشون دهنده محمد اینه که واقعا وقتی که یک عده زیادی از بیرو اصلا باور پیدا میکنن که دیگه سولانا قوی و فروشنده نیستن، فارغ از اینکه حالا داون تایم باشه هولدر میمونن و قیمت رشد. خب الان همین اتفاق روانی برای بیت کوین افتاده که میگم بیت کوین 100,000 تایی و مطمئنم هستیم به 100,000 تا خواهد رسید. یعنی ما بیت کوین 100,000 تایی رو خیلی روی راحت می‌بینیم به خاطر اینکه دستیافتنی شده، ولی وقتی که مثلا باز همین اتفاق مثلا توی 19,000 18,000 اصرار داشتم برای خریدش و همه اصرار داشتن که میره پایین‌تر دقیقاً میگفتم مثلا این تا 3-4,000 تا میرسه، ولی خب من چنین باوری اصلا نداشتم. روی اتریوم هم همینطور. اتریوم باور من کف 1900 تا 900 تا بود و تو همون محدوده فکر کنم 800 خورده 900 890 اومد. آره یادم نمیاد چقدر، یعنی 980 ولی توی پیجم هست که روی 1800 بود، گفتم تا 1200 1000 میریزه و روی 1000 خرید کنید. اون باور من بود و اون اتفاق افتاد، نه به خاطر اینکه من اینطوری فکر می‌کردم، مارکت نشون میداد که رفتارش اینطوری خواهد بود. الان اتریوم $5,000 دستیافتنیه، اصلا خیلی راحت به دست میاد. به خصوص الان این دانکن آپگریدی که پیش رو داره که استیکینگ و این مقدار متحول میکنه که به زودی هم در واقع اعمال میشه و این اکوسیستمی که اتریوم هم ایجاد کرده، اتریوم خیلی قویه، حتما خیلی قویه. حالا اینکه بحث اینکه فلیپ کنه اینا من واقعاش نمیخوام بهش بپردازم اینجا، یعنی نظر خودم لزوما فکر نمی‌کنم اتفاق بیفته، ولی واقعیت اینه که اتریوم زیرساخت‌های بسیار قوی داره و این ویتالیک واقعا علاوه ظاهر ساده یه مخیه که در واقع خیلی خوب داره مدیریت میکنه کار. دقیقاً همینطوره. من این رو بانکو می‌خوای بیاری؟ آره می‌خواستم بیارم چون اینترنت هم یه مقداری الان توی دیلی هستیم. میزان رشدش رو فهمیدم. فکر کنم می‌خوایم رشد مثلا از اینجا به اینجا البته عجیبه. خب من اینو یه لحظه مگر که بشه اونم وصل کنم به این برای البته صدا روی اون داریم. اوکی. خب بسیار هم عالی. مرسی که صبر میکنید، تحمل میکنید. البته اگر محمد بعداً دیگه رو کات نکنه شاید کات کنه، خیلی اهل کات کردم. خب بریم سراغ اینجا رشد خاصی نشون نمیده چطوری هست. اینجا 100% میتونیم چیزمون رو عوض کنیم. نه خب ما باید خب توی زمانی که توی اون اومده اینجاست. اینجا بوده. ببینید الان این اتفاقی که الان شما میبینید توی تصویر، شما خیلی موقع‌ها توی تایم‌های مختلف میاد روی یک کوین میخواید آنالیزی رو انجام بدید ولی میرید توی بایننس. خب ببینید بایننس زمانی که وارد میشه، قبل از اینکه بخواد وارد بایننس بشه فرزاد جان کلی آدیت میکنن، دقیقاً پامپش میکنن، میرن بالا، بعد خبراش میاد، کلی مانور روش داده میشه، بعد این پامپ شده. زمانی که میاد توی بایننس یه رشد کوچیک داره بعد میریزه. حالا شما میخواید بر اساس این بیاید تحلیل کنید. خب این غلطه. شما باید مثل همین اتفاقی که الان افتاد عقبش رو هم ببینید و در در اکسچنج های دیگه ای باید چکش کنید که اول اومدن. حالا در مورد این
بانک که در موردش صحبت کردیم 20,000% رشد کرده. 20,000% فوق العاده است. دقیقاً. حالا برای اینکه بخواد این لگ رو ادامه بده، اون مسیر رو بخواد ادامه بده، نیاز جوری الگو پرچم انگار داره میسازه. درسته. یعنی میگم احتمالاً تو بران یه لگ دیگه اینجا اینو خواهیم پرچم بشکنه. بله. من خواهش میکنم ازتون که ویدیو رو ببینید تا آخر، به خاطر اینکه الان هنوز ما مبحثمون شروع نشده و ویدیویی هستش که گرفتیم که با اون فضای ما آشنا بشید و جو صحبتی ما رو بیشتر بشناسید. دقیقاً راحت‌تر بشیم. آره راحت‌تر باشیم و اینکه با شما بتونیم تعامل داشته باشیم و خواهش میکنم برای ما کامنت بذارید و اگر ویدیو رو دوست داشتید با دوستانتون به اشتراک بگذارید. همچنین مطالبی که یاد میگیرید یا اینکه میخواید ما در موردش صحبت کنیم رو توی کامنت برای ما بنویسید و حتما اینا رو خواهیم خوند. و خواستم اینجا عرض کنم خدمتتون که نیاز هست که ویدیو رو تا آخر ببینید که ما بتونیم در مورد مبحث و موضوع جدیدی که میخوایم صحبت کنیم در واقع شما در جریانش قرار بگیرید. خب این دقیقاً الگوی پرچم رو داریم که اینجا شکسته، یک نیمچه در اصطلاحاً پولبکی هم به این داشته که از این مسیر دوباره به سمت بالا آره میتونه حتی بیاد پایین‌تر برخورد به اینجا داشته باشه و از اینجا بریم بالا. حالا چرا حتی مثلث نشد دیگه، چیز پرچم نشد، مثلث شد، فرق زیادی نمیکنه، به حال شکونده رو بالا. خود این پرچم محسوب میشه، این فلگ آره فلگ سعودیه، لگ بعدش هم اینجاست. حالا به اندازه میله پرچم ما انتظار رشد داریم که حالا اینجا میله پرچم میشه و انتظار این رشد رو داریم، ولی جایی که گره داریم مثل اینجا رو ما حساب نمی‌کنیم. ما یه تایم در اون کندلای سبز کامل رو که پشت سر هم اسپایک وار رفتن، دقیقاً اسپایک وار رفتن، اونا رو حساب می‌کنیم. تو گره‌ها و برگشتیاشو نباید در نظر بگیریم. این رو هم خواستم اینجا اعلام کنم که این فضایی که الان اینجا هستیم به این دلیل که در این تصویر می‌بینیم اینجا ما مقاومت داشتیم، بله همینجا هم برخورد داشته، یعنی حدودا این منطقه دقیقاً برای ما همیشه میگم به دوستان میگم که شما باید محدوده در نظر بگیرید. مثلا شما اینجا رو که در نظر گرفتید، این مقاومت یک حمایت رو داریم، به جای که خط در نظر بگیریم این محدوده دقیقاً باید اینجا رو هم در نظر بگیرید. پس این توی این محدوده یک مقاومت داره. اگه اینجا رو بشکنه که احتمالش بسیار زیاده، میایم به سمت سقف بعدی. سقف بعدیش برای ما اینجا محسوب میشه و بعدی هم که ما نباید همیشه شادوهای اینطوری رو در نظر بگیریم، باید یه دو تا گام بیان پایین‌تر و اینجا رو در نظر میگیریم براش. بریم سراغ بحث اصلیمون. مسیری که باید در سال 2024 تریدرها بهش توجه کنن. بسیار بسیار اخبار جدیدی در موردش خواهید شنید، اتفاقهایی خواهد افتاد. به نظر ما این طرز فکر ماست و تحلیل ماست و به هیچ عنوان پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش برای شما نیست. هر جور که دوست دارید میتونید پورتفولیوتون رو سبدتون رو بچینید و بخرید هر ارزی که دوست دارید، اما ما یک مسیری رو خودمون داریم میریم و دوستانی که من رو میشناسن میدونن که چجوری سرمایه گذاری میکنم، چه ارزهایی رو معرفی میکنم و به قول یکی از دوستان میگفت من فقط اگر استوریای شما رو ببینم و فقط همون ارزها رو بخرم همیشه تو سود خواهم بود. دلیلش اینه که انتخاب مسیر یک کار ساده ای نیست، یعنی شما باید مسیر رو بشناسید. یه موضوع خیلی اساسی میخوام در موردش فرزاد جان نظر بدید. بسیاری از تریدرها و مخصوصا توی اینستاگرام که یه مقداری شواف بیشتره، فضای بیزینسی نیست، میدونی فضای نمایشیه بیشتر اینستاگرام و بسیاری معتقدن که فاندامنتال به درد نمیخوره و نظرت رو میخوام در مورد این موضوع بدونم، به خاطر اینکه خود من میگم که ببینید فاندامنتال مثل اینه که شما میخواید یک خودرویی رو میخواید مثلا فرض کنید باش آشنا بشید، میخواید تو اون محیط طراحی خودرو مثلا بخونید، بعد ندونید که مثلا این از چه ابزاری استفاده شده، کدوم کمپانی ها دقیقاً اینا رو ندونی نمیتونی مسیر درستی رو انتخاب کنی. نظر در مورد فاندامنتال چیه؟ محمد جان من فکر میکنم که ببین فاندامنتال رو ببین ما چطور میبینیمش. اگر منظور از فاندامنتال اینجا مشخصات اون پروژه، حوزه‌ای که درش کار میکنه، رودمپی که داره، تیم سازندش، سرمایه گذارانش،
توکنامیکس یا اون نحوه ریلیز شدن توکن هاش باشه. یک چیزی که الان عرض میکنم اگر منظور از فاندامنتال بحث های کلان اقتصادی باشه باز اون هم جای خود داره. در مجموع بدون شک فکر میکنم که حتی اون دوستانی که خیلی حالا یه جورای ماکسیمالیست هستن و کامل رد میکنن میگن مهم هم نیست، که البته خب تعدادشون هم اونقدر زیاد نیست چون اصولا یک شخص حرفه‌ای باید میدونم یک چیز رو مطلق ببینه. خب حالا حتی اگر مثلا تخصص خودش هم اون باشه، اما تأثیر دارن. حالا نکته‌ای که وجود داره این دوستان بله میتونن مثال‌های نقصی بیارن محمد، بگن مثلا ببین این کوین اصلا فاندامنتال قوی نداره و چطوری اینقدر پامپ کرده. درسته هم میگه خب، ولی دلیل نمیشه که همواره این اتفاق بیفته. شما یه زمانی میبینید که یه تیمی مجموعه‌ای از افراد پشت یه کوین هستن، اومدن حساب شده اینو پامپ کردن بعد دامپش میکنن و صرفا این دلیل نمیشه که حالا چون افزایش وجود داشته. مثلا من یادم میاد زمانی که بحث متاورس خیلی داغ بود یک ارزی خیلی اون موقع صحبت شد بلاک، بله بلاکتوپیا. آره بلاکتوپیا. بله. ریزش 99% داشت. چه ریزشی رو و واقعا همون موقع برای من همیشه سوال بود صادقانه. مثلا من باز حالا در واقع ارزهای دیگه‌ای که تو اون حوزه بودن و لیدر بودن مثل سند باکس و همینطور سند بود و یه ارز دیگه گالا و خود متا اسمش نه یه ارز دیگه هم بود که الان یادم رفته، حالا خیلی مهم نیست. باز اونها یه جوری قابل توجیه بودن. وقتی میرفتم پروژهشون رو چک میکردم، چون من همونطور که محمد گفت معمولا میرم بخش فاندامنتال پروژه ها رو چک میکنم، میبینم چه وی سی های ونچر کپیتال ها سرمایه‌گذارهایی داره، کدوم صندوق ها پشتش هستن، اون تیم دیولپرهاش مثلا کیا هستن، سی او مدیرانش، مثلا مارکتینگش چطوره، چند تا برنامه‌نویس داره محمد، فعالیتش توی گیت هاب چطور بوده، آخرین در واقع حالا فعالیتایی که داشته مربوط به تاریخی میشد، اصلا این تیمه توی بیر مارکت محمد اصلا فعال میمونن یا نه. شما خیلی از کوینا رو میبینید توی بیر مارکت اصلا پروژه رها میکنن، به محض اینکه نزدیک به بول مارکت یا هاوینگ میشیم الان اتفاقی که افتاده دیگه میبینید که تیم‌ها فعال میشن. دقیقاً به خاطر اینکه میخوان. حالا بخوام بحثو کوتاه بکنم از حیث فاندامنتال خود پروژه ها، پروژه‌ای که فاندامنتال قوی داشته باشه، مثلا شما اگر که بیاید گذشته یک مثال رو بزنم، مثلا فانتوم رو ببینی، شما بیاید گذشته بی ان بی رو ببینی، شما بیاید گذشته کیک رو ببینی، کیک در پنکیک سواپ، میبینی که اینها توی یک برهه‌ای در واقع بحران قبلی به عبارت بهتر یک پامپ 200 برابری، 100 برابری، 300 برابری رو تجربه کردن و از اونجایی که محمد جان اینها فاندامنتال قوی داشتن، تیم قوی داشتن، ایده قوی بود، بعدن هم اگر کاهشی بود کاهش اونقدرها زیادی نبود. یعنی شما می‌بینید که بی ام بی از 5 اول میشه 25 بعد میشه 35 بعد میشه 235 بعد میشه 600 خورده‌ای و توی بدترین حالت بیر مارکت میاد روی 235 200 نهایتاً حالا غالبا 230 بود استاپ میزنه و همونجا رنج میکنه که میشه کاهشی، یعنی حداکثر 1/3 میشه، در حالی که شما میدونی که خیلی از همین کوین هایی که پامپ های مشابه رو تجربه کرده بودن چون فاندامنتال ضعیف داشتن چه اتفاقی میافتاد؟ مثلا طرف 99.8% این کاهش پیدا می‌کرد. بله خب اصلا یعنی پول شما صفر میشد، رسما دیگه صفر میشد. خب شما میبینید که فاندامنتال قوی اجازه رو نمیده و این کوین زنده میمونه. شما میتونی استیکش بکنی، میتونی برای افراد متفاوت استفاده بکنی. توی خیلی از پروتکل های ییلد فارمینگ رو داری. توی فانتوم اتفاقی که افتاد، فانتوم یه رشد وحشتناک رو تجربه کرد. همین الان هم فانتوم جزو کوین هایی که به نظر من آندروالید هست و بلاک تایم پایین، ماکسیمم ترانزکشن پر سکند بسیار بالا که میتونه با سولانا عملا، حالا البته سولانا تئوریتیکلی یا از نظر تئوری بالاتره ولی تنه به تنش میزنه، ولی نگاه میکنی مارکت کپش $1 بیلیون تازه اونم حالا اخیراً شده. و علیرغم اینکه اون فولی دایلوتد ولیو یا کوین هایی که باید ریلیز هم بشه زیاد نمونده، یعنی اونقدرها اینفلیشنری هم همزمان نیست و در واقع به قولی تورمی هم نیست و مطمئنا کوین هایی مثلا مثل خود فانتوم، مثل کیک و امثال اینها که فاندامنتال قوی دارن، سیف بت های سیف تری، شرط های سیف تری برای من و شما سرمایه گذار، به خصوص دوستانی که شاید لزوما به نسبت تجربه کمتری داشته باشن، انتخاب مناسب تری در مارکت هستند. بله، واژه هم سیف بت میشون انتخاب مناسب تری هستند. ممنونم که کمک میکنی. و دوستان عزیزی که همراه ما هستن، به نسبت حالا اون شاید پول مثلا براشون اهمیت بیشتری داشته باشه، میگم یه نفر از پولش حالا یه پولی که میاره اون قدرها شاید براش مهم نباشه، یه نفر هست میبینی که یه چیز مهمو فروخته یا کل سرمایه زندگیشه یا
اندوخته به حال پسندازشه. نوع سرمایه‌گذاری رو باید دقت بکنیم. اگر میخوان سیفتر، بله با ریوارد به نسبت کمتر، وقتی میگیم به نسبت کمتر نه یعنی ریوارد مثلا 10% به نسبت کمتر، یعنی اون میخواد مثلا 20 برابر بشه، این 3 برابر میشه، این 4 برابر، که خب واقعا 4 برابر شدن هم به نظر من چیز کمی نیست. البته تو میونی که الان به صحبت از تریدرها کردیم محمد جان، شاید اینجا ما بتونیم بگیم ارزهایی که فاندامنتال قوی دارن میتونه مورد توجه افراد هولدری که ترید هم لزوما حالا یا بلد نیستن یا وقت ندارن یا هر دلیلی انجام نمیدن هم قرار بگیره. یعنی طرف بیاد یک کوین مورد اعتماد رو و دارای فاندامنتال قوی رو بگیره، حالا من سخنم کوتاه میکنم که دیگه ویدیو طولانی نشه، و نگهش داره 6 ماه 1 سال توی حالا یه جایی به حال به خودش قول هم بده که بیاد پروفیتش رو ریالایز بکنه، یعنی سودی که به دست آورده رو انجام بفروشه. بده، حتما بفروشه. چرا؟ چون سیو سود بکنه، چون طمع برات مینداره، میبینی که اوه 6x شده، تو مثلا $200 گذاشتی شده $1200، بذار این $200 رو هم کنم $10000. دقیقاً. خب و نگاه زیاد داریم ما. آره زیاد پیش میاد. اون پروفیت تیکینگ یا سیو سود انجام نمیشه، با اجازت نه تنها اون پروفیت ریالایز نمیشه یا به واقعیت تبدیل نمیشه، بلکه دوباره کوین هم برمیگرده و ما هم دست با درسته. خلاصه اگه همین اصول ساده رو رعایت بکنیم، قطعاً کوین هایی با فاندامنتال قوی از دید بنده میتونن خیلی در مجموع عملکرد مطمئن‌تر و سیف‌تری داشته باشن. همونطور که من دیدم خود شما هم توی کوین‌هایی که انتخاب می‌کنید فاندامنتال خیلی در نظر می‌گیری. حتما مهمه. آره زیاد قبل از اینکه حالا با هم نزدیک‌تر بشیم من این رو می‌دیدم، حالا مدتی هست که با هم در این زمینه هم زیاد صحبت می‌کنیم و انتخاب‌های خودت تو هم تو این زمینه خیلی حساب شده هست. کمک می‌کنه. ببینید شما زمانی که هم فاندامنتال رو در نظر بگیرید، همین که تکنیکال رو در نظر بگیرید، بعد در یک مقطعی که می‌خواید خرید کنید پرایس اکشن رو در نظر می‌گیرید، بعد نگاه می‌کنید اسمارت مانیا کجا وارد شد، چه اتفاقی برای این افتاده، محدوده ها رو میشناسید، همه اینا باعث میشه که شما سود کنید. اما زمانی که من مثلا اشخاصی رو میبینم که میگه که آدا عالیه، فقط فاندامنتاله، غلطه. بله. اینکه حالا صرفاً بگی، البته بازم همون طرف هم چون میگه آدا عالیه، اگه تو بیر مارکت بخره به هر حال سود خودش رو یعنی حتما سودش رو میبره، ولی باز ما بحثمون یکم تخصصی تر اما هست. زمانی که ما میایم در مورد یک ارزی مثل سول صحبت میکنیم، اونم فاندش قویه، ولی چرا این انتخاب‌های متفاوتی هستند؟ من به تازگی حالا چندین ماه هست، میگم به تازگی 4-5 ماهه که اعلام کردم که گفتم به جای اینکه آدا رو هولد کنید برید بخشش رو بفروشید بیاید دات رو هولد کنید، به خاطر که دات داره شرایط رو مساعدتر میکنه، داره یک رشد زیرپوستی رو داره به وجود میاره و بعداً میشه سول. شما اسم میکنی که به یک بار اون جهش رو توی دات میبینید؟ حتما این خواهیم دید. از نظر من، برای من ببخشید دستم خورد تو این، از نظر من و فکر من، ولی برای شما اصلا به شما توصیه اکید نیست، اما به نظر من که دات هم شرایط خوبی داره. به نظرم تا اینجای ویدیو خیلی مسائل رو گفتیم که یک مقداری ذهن مخاطبی که شما عزیز باشید که دارید ویدیو ما رو میبینید باز بشه با طرز فکر ما، که اگر دوست دارید سابسکرایب کنید یا اینکه ما رو فالو داشته باشید که بتونیم در مقاطع بعدی هم، در ویدیوهای بعدی هم بیشتر با هم دیگه تعامل داشته باشیم، نظرات شما رو ببینیم که در مورد چه موضوعاتی دوست دارید بیشتر صحبت کنیم. اما هدف اصلی ما از اینکه اینجا هستیم و این نشست دورهمی رو با شما به اشتراک گذاشتیم، حوزه جدیدی هستش که توی کریپتوکارنسیه که از فرزاد عزیز میخوام از اینجای ویدیو شما رو همراهی کنه، به خاطر اینکه بسیار اطلاعات جامع و کاملی دارن. در انتها بنده هم براتون آنالیزش رو انجام میدم و میتونیم آنالیز رو حالا به صورت چند ارز که احساس میکنیم رشد خوبی خواهند کرد و دوستانی که در اینستاگرام همراه ما هستن اینها رو از 2-3 ماه قبل داشتن و نتیجهش رو هم تا این لحظه دیدید، مثل رندری که بارها و بارها استوریش کردم. ولی بریم ببینیم که چرا رندر رو انتخاب کردم، چی شد اصلا و چه اتفاقی برای مارکت میافته. با فرزاد عزیز ادامه میدیم. مرسی. بچه‌ها میشنون که مسیر جدید کجاست، بگو ببینیم که چه خبره. بله حتما. من هم در واقع محمد جون صحبتایی که در ادامه میخوام به اشتراک بگذارم با همراهانمون و خب قبل از اونم خودم خیلی راجع بهش صحبت کردیم رو
از منابع مختلف و با بررسی به دست آوردم. چیزی که داره خدمت شما ارائه میشه همونطور که محمد عرض کرد is not financial advice، هیچ توصیه مالی نیست. قطعا مسئولیت سرمایه گذاری بر عهده هر شخص هست که خودش تصمیم میگیره چه سرمایه‌گذاری نهایی بکنه. ما صرفا دوست داریم اون چیزی که فکر میکنیم و حالا شاید خودمون تا اندازه‌ای در اون حوزه پیش بریم رو با شما نیز به عنوان دوستان و در واقع همراهانمون و افرادی که حس می‌کنیم بهمون نزدیکن هرچند دور هستند از نظر فیزیکی به اشتراک بگذاریم. و میتونم بعد از این ویدیو یه فاند بیاد، یه خبری بیاد، یه اتفاقی بیفته، بیت کوین ریزاش کنه و اون ارز بریزه. اصلا دلیل نمیشه. ما داریم خودش محیط رو داریم بررسی می‌کنیم، فقط هم صرف یک ارز نیست. موضوع سر این هستش که ما می‌خوایم مسیری رو که داریم میریم شما هم همراه ما باشید. بله. ببینید توی سال جدید سال 2024 و بولرانی که احتمالاً تو اگر همین چیز روتین پیش بره کولر رو میشه لطفاً بندش کنید. میتونی محمد کنی. آقا یخ زدم مردم. موقعا بهت گفتم زدیش رو زیاد. تیکر کات نکنی. نه کات نکن. خیلی سرد بود. میگم همون اول گفتم میشه خواهش کنم فرزاد جان این کار انجام یادت رفت. نه کانتر رو نزدیک. آره بد نیست. آقا من داشتم میمردم از طعم دیگه نمیشد. خب بریم سراغش. یکی از چند حوزه‌ای که میخوایم بهش بپردازیم چند حوزه هست. یکی دیپن یا Decentralized Physical Infrastructure هست که میشه در واقع زیرساخت‌های فیزیکی غیر متمرکز. من یه توضیح ما اگه اجازه بدید 2 دقیقه بعد دوستان شاید حالا تازه ما پیوسته باشن یا در حوزه بلاک چین اونقدر لزوما با تجربه نباشن. ببینید هدف بلاک چین، حالا ما بیت کوین اسمش رو معمولا میشنویم ولی خب بیت کوین بر بستر بلاک چین در واقع میشه گفت استابلیش شده و بلاک چین های خصوصی رو همین الان تو بانک ها و بانک مرکزی استفاده میکنن، ولی ما داریم یک دیسنترالیزیشن انجام میدیم. هدف بلاک چین اینه که قدرت رو بیاد از مرکزیت برداره، یعنی ما بیایم مرکز زدایی انجام بدیم به جای اینکه یک دولت، یک عده از افراد، یک تیم، مجموعه مشخص از حالا نهادها، انتیتی ها تصمیم گیرنده باشن. جمعی افرادی که اون نودهای شبکه رو در واقع تشکیل میدن و سرمایه گذاری کردن، حالا الان توی بحث کریپتو میشه اون کوین ها رو دارن، بتونن ووت بدن، در واقع گاورننس داشته باشن، حکم فرمایی داشته باشن و کسی نتونه داده های روی بلاک چین محمد دستکاری بکنه و عملاً این میاد سکیوریتی رو، امنیت رو بالا میبره، پرایوسی رو بالا میبره، فریدم. اون چرا الان شبکه‌های اجتماعی مثلا شما میبینید که ترامپ رو یه دفعه بیرون میکنه ولی داخل یه دیسنترالایزد نتورک یا نتورکی که مرکز زدایی شده دیگه کسی صاحب قدرت نیست. این جمع هستن که میگن اجازه نمیدن کسی اگه یه نفر خواست کسی رو بیرون کنه اون تنها که نیست که درست. جمعی از افراد هستن. حالا ببینید وقتی صحبت تصمیم گیرنده فقط یک شخص یک حکومت نیست. آره یک افرادی هستن که بله. هستن. این که انگلیسی رو اینطور فرزاد انقدر واژه‌ها رو به کار میبره به خاطر بک‌گراندش هم، آره به خاطر بک‌گراندت هم هست. اون در دوران کودکی و حالا نوجوانیش کلا کانادا زندگی می‌کرده و این ببخشید دیگه من همچنین استاد زبان انگلیسی و آیلتس در واقع کار تخصصی آیلتس به این دلیله. حالا بعضی از واژه‌ها رو خودم ترجمه می‌کنم. ممنون. آره حتما کمکم کن چون مطالعه هم که می‌کنم ما انگلیسیه. آره. تو این زمینه کلا تو دیگه دوستان درک می‌کنن که اصلا بحث چیز دیگه جز این عادته و حالا به خاطر اینکه روزانه من دارم اونطوری می‌خونم نیست. میگم بیشتر کودکی که آدم وقتی که همیشه انگلیسی صحبت می‌کرد تا نوجوان دیگه بعضی موقع واژه‌ها رو گم میکنه. شاید کم کم البته سعی کنم عادت بکنم. البته میدونی ما یه سری واژه هم هستن که اصلا انگار حق مطلب و اونطور ادا نمی‌کنه. دقیقاً. یعنی تو فارسی نداریم این. آره انگار اصلا نمیشه دقیق حداقل بعد زیاد روش فکر کرد. عذر میخوام. تمنا میکنم. دیپن بله. دیپن میشه در واقع زیرساخت‌های فیزیکی غیر متمرکز. مثلا میان توی بحث تلکامیونیکیشن یا مخابرات، توی بحث در واقع کلاود کامپیوتینگ، جی پی یو کامپیوتینگ، کلاود استوریج که میشه حالا بخوایم فارسیشون رو بگیم میشه زیرساخت‌های ابری. ببین اپی مثل دراپ باکس رو دیدی که بله درسته. خب رقیب فایل دیگه. آفرین که الان فایل کوین که با نماد FIL فیل میشناسیمش خب اومده که جایگزینی باشه برای امثال دراپ باکس یا مثلا ما آمازون وب سرویسز، یکی از
اصلی ترین منابع درآمدی شرکت آمازون هست که میاد وب سرویسز یا خدمات وبی رو روی کلاود ها معمولا ارائه میده. همون چیزی که الان دیپین، این حوزه که ما امروز میخوایم ازش صحبت بکنیم، در ترکیب با وب 3 و بر بستر بلاک چین میخواد بیاد حوزه ارتباطات، حوزه ذخیره سازی، اینترنت رو به واسطه وب 3، حتی آی او تی محمد، یا اینترنت اف things، اینترنت اشیا، خانه های هوشمند. آی او تی ایکس هم یک کوینه اصلا. مثلا آی او تی ایکس هم که یک کوین هست که زیر ساخت‌های مدیریت شهر یا شهرهای هوشمند، منازل هوشمند، در واقع خود همون اینترنت اشیا، حوزه سرورها بحث پروسسینگ پاور یا کامپیوتینگ پاور، اون در قدرت محاسبه. الان شما انویدیا رو محمد طی 7-8 ماه اخیر اگه دیده باشی، انویدیا فکر می‌کنم گوگل رو اگه اشتباه نکنم رد کرد و از حیث مجموع ارزش سهامش خب تو 1 سال اخیر ترکونده انویدیا رشد کرد. همونطور که احتمالاً میدونید دلیلش به خاطر مقوله اون نراتیو ای آی هست یا آرتفیشال اینتلیجنس، که هوش مصنوعی که در واقع نیاز به جی پی یو یا پردازنده گرافیکی درش خیلی زیاد هست. حالا یک ارزی مثل رندر که در حوزه دیپین هست و یک از دلایلی هم که استادمون انتخاب کردن همین بوده، یا ارزهای دیگه همچون فایل کوین، همچون آرویو، همچون لایف هلیوم، همچون هلیوم هم من خیلی بهش علاقه‌مندم. اینها همه در حوزه دیپین هستن. هلیوم میاد کار مخابراتی، زیرساخت مخابراتی ارائه میده. الان جدیداً 2 تا قرارداد بسته در آمریکا برای 5G اینترنت و گسترش شبکه‌های اینترنت و فوق‌العاده است این هلیوم عزیز و به نظر من آینده بسیار خوبی خواهد داشت. حالا جالبه که توی 7 روز اخیرم بیشترین رشد رو ارزهای همین گروه دیپین داشتن که حالا من بیشتر روش صحبت میکنم. ببین دیپین یک حوزه مثل متاورس در نظرش بگیرید، یک بخش نراتیو هست. دقیقاً یک نراتیو هست و اینکه شما باید اینو در نظر بگیرید که وب 3 متاورس، حالا کمک کن مثلا چند تا حوزه کاتگوری دیگه، دیفای دیفای یادتون هست دیفای 2 سال 3 سال قبل چقدر میگفتن دیفای میخواد بیاد اینجوری شده، یا خود گیم فای دقیقاً یا حتی مثلا دکس ها، اینا همه نراتیو های بودن دیگه. میدونیم مثلا ما دکس ها رو داشتیم، گیم فای رو داشتیم، دیفای رو داشتیم، ارزم خدمت متاورس به اینها اضافه شد. الان خب خاموش کردیم الان دیپین رو داریم و خود دکس ها هم اتفاقا حالا من می‌خواستم در ادامه یک نراتیو های دیگه‌ای که به دوستان پیشنهاد بدم، فکر می‌کنم که در ما داریم پیشنهاد میدیم که شما بررسی شخصی بیشتری رو انجام بدید. حوزه دکس هاست محمد، چون ببین با این نظارتی که داره روی بایننس میشه و ما دیدیم مثلا چه اتفاقی افتاد. خب سیزدو که کنار زدن 4 میلیارد دلار که پول بالاترین جریمه در طول تاریخ آمریکاست که شرکت مالی رو جریمه کردن و این نظارت سختی که داره میشه روی centralized در واقع اکسچنج سنترها یا اون صرافی های متمرکز. چرا میگیم متمرکز؟ چون در کنترل چند شخصی شرکت دیگه به هر حال متمرکزه. ولی دکس هایی مثل یونیسواب که بر بستر اتریوم هست، مثل پنکیک که بر بستر بی ام بی بود، مثل خیلی دکس دیوای ایکس که حالا حتی اخیراً اینها پرپچوال یا اجازه حالا معاملات فیوچر و لورج دارن دیگه میدن. خب دیگه شما هیچ کس نمیتونه نظارت بکنه بر این معاملات. یعنی هیچ کس نمیتونه بیاد محدود بکنه بگه نه تو پولت چون داخل ایرانه مثلا بلوک است. درست. خب یا ما حتی دیسنترالایزد استیبل کوین ها رو هم داشتیم که ببینید همش بحث این تمرکز زدایی هست. خب هدف اصلی همین بوده. هدف اصلا بلاک چین و بیت کوین در وهله اول همین بوده. در همین راستا دکس ها رو هم دوستان هم یعنی تو پرانتز عرض بکنیم که برای سال جدید خیلی مد نظر قرار بدن، یکی از زمینه‌ای که میتونه خیلی رشد داشته باشه. دیپین محمد چند از کوین هایی که شاید ناماشناتر باشن از بردان قبل هم حضور داشتن، یکیش تتا بود. بله بسیار بسیار کوین که تتا میدونید دوست داشتنی، الان هم در حال گسترش هست. بله اینا همه دارن پروژهشون فعال بوده. تتا و لایف پیر که هر دو در حوزه دیپین هستن به عنوان مثال محمد میان و بستر استریمینگ، ویدیو استریمینگ رو چیزی شبیه به یوتیوب ولی از نوع دیسنترالایزد یا متمرکز زدایی شده که دیگه در دست در واقع یک شخص نهاد نیست ارائه میدن. یا شما آرویو رو میبینی که الان رنک حالا امروز میگم چک کردم 120 مارکت بود و آرویو همچون فایل کوین میاد بستر از ذخیره سازی دیتا رو به شما میده. یعنی میاد اجازه میده که افراد از اون فضای
خالی که روی هارد درایوشون دارن، یا حالا حتی اگه یک شخص مثلا شما تصمیم میگیره اصلا بیاد یه سری استوریج 100 تا دونه فرض کن هارد اکسترنال بخریم و اونا به ما پول میدن بابت اینکه از سرورامون استفاده یا حتی حالا آگاهانه رو اشخاص بتونن استفاده کنن بابت اون یه هزینه، ولی کمتر از اون چیزی که شرکت‌های همچون آمازون یا گوگل مثلا دارن افراد رو چارج میکنن پرداخت بکنن. و گیومه بفهمید توی همین شرایطی که الان داریم صحبت میکنیم، ارزهایی که در واقع استیک کردن رو ساپورت میکنه اونا هم رشدهای زیادی خواهند کرد، به خاطر اینکه شما زمانی که مثل استیکس استکس و این ارزهایی هستن که در آینده بیشتر خواهیم ازشون شنید. یکی از دلایل رشد استکس محمد و پتانسیل زیادی که هنوز هم فکر میکنم داره اینه که استکس یک بیت کوین ریلیتد در واقع اینفراستراکچر پروژکت هست، یعنی استکس میاد بر بستر خود بیت کوین همونطور که اطلاع داری کار میکنه، برای همین هنوز هم فرصت سرمایه‌گذاری به نسبت ویژه‌تری اگر دوستان بخوان خودشون مطالعه بیشتری بکنن روش بد نیست. استکس حالا اخیراً در واقع ما اوردینال ها رو روی بیت کوین امسال یکم بحثشون بود و اینها اوردینال ها میدونید دیگه همون NFT های بر بستر بیت کوین هستن و خیلی بحثشون داغه. حالا شاید اصلا جاش باشه که توی ویدیوی مجزا اگر حتما اگه خواستید دوباره اینو کامنت کنید که براتون ویدیو جدا بگم هر مطلبی که دوست دارید توی همین ویدیو، به خاطر که دیگه پراکنده نشه، بگید که این مطلب جذاب بود بیشتر توضیح میدیم، یه جلسه میذاریم و یه ویدیو دیگه در موردش میگیریم حتما، چون الان در مورد خیلی چیزا داریم صحبت میکنیم و الان این جلسه در مورد دیپین داریم صحبت میکنیم و خیلی از این ارزایی که من معرفی میکنم توی همین حوزه است، سرمایه گذاری اصلی خود من توی همین حوزه است. پس در جریانش باشید که ما در مورد یک حوزه‌ای داریم صحبت میکنیم که چند ماه بررسیش کردیم، سودهای خوبی ازش گرفتیم و سال 2024 رو به این موضوع اختصاص دادیم از نظر سبد و پورتفو و دوست داریم این رو به صورت رایگان در اختیار شما بذاریم و این تعامل بین ما شکل بگیره، خیلی آگاهانه تر پیش خواهیم رفت برای ویدیوهای بعدی. بفرمایید. خواهش میکنم. در ادامه اگه یادتون باشه توی بران قبلی سیا کوین و بله چیا هم خیلی اسمش اون موقع چیا آره چیا فکر کنم تا 700 خورده 800 دلار رفت، بعد تا 10-20 دلار هم اگه اشتباه نکنم پایین اومد. چک نکردم ولی همون کارش 99% رو بعد از اون تایم اولین بار بود که الان اسمش شنیدم. اسمش چیا کاری که می‌کردیم بود که از هارد درایو من مپشون می‌کرد استفاده می‌کردیم. دقیقاً ببینید دیپین وقتی صحبتشو می‌کنیم میشه اون فیزیکال اینفراستراکچر، یعنی زیرساخت‌های فیزیکی مثل همون هارد درایو ها، مثل سی پی یو هایی که میان قدرت پردازش رو به من و شمایی که می‌خوایم اون رو اجاره بکنیم در اختیار ما قرار میدن. یعنی ما میگیم مثلا ما $100 میدیم، میگیم ما این میزان فضا رو به عنوان مثال نیاز داریم. یا جی پی یو ها میشه گرافیکال پروسسینگ یونیت یا همون کارتای گرافیکمون که الان رندر داره این کارو میکنه. حالا هم میتونه برای اهداف مرتبط با ای آی یا آرتفیشال اینتلیجنس هوش مصنوعی استفاده شه که یه ترند قطعی امسال و سال آینده است و رندر با کارهایی هم که ایلان ماسک میکنه حتما خواهد. ایلان ماسک و حالا در واقع خود حالا مایکروسافت حتی و چت جی پی تی، حالا مجموع اصلا این در واقع ترندی که اصلا شده و دیگه همه دارن تو این جهت حرکت میکنن. و علاوه بر در واقع بحث هوش مصنوعی محمد جان، خود گرافیستا به طور مشخص، البته منظورم گرافیست واژه درست نبود، دیزاینرهایی که برای طراحی 3D دارن. بله. خب معمارها. آره معمارهایی همچون شما که انقدر توی زمینه توانمند هستی و تصاویری حالا انیمیشن های 3D میخوان بسازن، قشنگ دیگه قبلا هر لپتاپی هم میگرفتن یا خیلی به حال گرون بود یا حداقل شخصی که آماتور کارو شروع می‌کرد نمیتونست دیگه. الان رندر اومده و این فضا رو فراهم کرده که افراد بتونن بدون داشتن اون گرافیک فیزیکی اون رو استفاده بکنن در اساسشون. برای همینه که برداشت ما این هست که حالا فکر می‌کنیم به دلایل مختلف که هلیوم، رندر، فایل کوین، سیا کوین، آر وی بله و اینها در مجموع احتمالاً یکی از نراتیو هایی خواهند بود که احتمال میره به نسبت دیگر نراتیو ها رشد بیشتری تجربه کنن. همین الان البته مارکت کپ جمعیشون 15 میلیارد دلاره. خب یعنی خودشون جذب سرمایه خوبی هم داشتن ولی همچنان انتظار داریم. الان فایلکون خودش مارکت کپش محمد 2.9 حالا الان که داریم صحبت می‌کنیم 2.9 میلیارد دلاره که خب فایلکون چون شناخته شده هست
و الان هم مارکت کپ خب بالایی هم داره، هولدرهای خوبی هم داره، رشدش هم یه مقدار همزمان سخت‌تره چون مارکت کپ بالاه. 3x شدن این یعنی بعد مارکت کپش بشه $10 میلیون بشه. هم مارکت کپ لینک خب اصلا لینک واقعیت حتی هم مارکت کپ الان لینک خب که توی یه جوری میشه گفت هنوز آخرای حالا بیر مارکت و اولای بوران هستیم، ولی این مارکت کپ $10 میلیارد چیز بسیار بزرگیه و شاید راحت نباشه. بله فایل کوین ممکنه 3x بشه، اما ممکنه رندر که الان مارکت کپش اگه اشتباه نکنم 990 یا 1 میلیارد 990 میلیون دلار یا 1 میلیارد دلار است. خب می‌بینیم همین الان خودش 1/3 فایل کوین هست از یک طرف، از طرف دیگه چه کامپتیتیو ادوانتیج یا مزیت رقابتی داره رندر نسبت به فایل کوین محمد؟ اینکه بحث AI الان خیلی داغ‌تر از بحث کلاود استوریج هست. دقیقاً. اون هوش مصنوعی بخوایم دیتاها رو فرض کنید در کنار هم بشیم که چرا مثلا رندر این پتانسیل بیشتر فرض کنید فایل رو داریم که یه سری سرور در واقع ذخیره‌سازی ابری و یه سری AI که الان ترند دیگه خودتون دارید می‌بینید، و یه سری GPU ها که عینک اپل و این داستان ها توی بخش‌هایش مربوط به همون AI خواهد شد. سامسونگ S24 اولترا چقدر داخلش AI دیگه AI نراتیوی که حاکمه دیگه. از بعد ما به خصوص تو 1-2 سال پیش رو خواهیم اینترنت هم حوزش هلیوم خواهد بود، یعنی اون وای فای و اون تماس ها و در تلفن همراه اون اتفاق هم هلیوم خواهد بود. HNT و دقیقاً HNT تو این حوزه الان عدد خود من فکر کنم، حالا شما هم نظرتو بگو، من فکر کنم HNT که میشه هلیوم، رندر یا همون RNDR و تتا آرویو و لایف پیر عدد شخص من تو این حوزه بیشترین پتانسیل رو دارن. حالا فایل کوین هم قطعا همینطور یه جوری لیدره، ولی خب چند ایکس شدنش سخته. باب میل من خیلی نبوده هیچ وقت، گفتم اینو توی لایو هم گفتم، ولی حرکت میکنه. آره توی حوزه دیپینه به هر حال، میدونی بحث اینه، یعنی توی این حوزهمون هست درست. یه جوری لیدر هم هست چون قدیمی تره، چون مارکت کپش بالاتره، ولی همین حرکت هم هرچند انجام میده ولی احتمالاً کنتر خواهد بود. خود من البته هیچ وقت حس خوبی نداشتم. یکی آی سی پی رو راست رو بخوای اینترنت کامپیوتر رو، یکی هم فایل کوین رو، از همون اوایل هم مثلا حس خوبی بهشون داشتم. این دیگه حسیه، میدونی مثلا من فانتوم، رندر، هلیوم یک ارزی بود به نام اوکابه و هست اوکی بله. اوکی. این رو من مثلا 4 سال پیش اینو خیلی میذاشتم و استوریش میگم دوستش داشتم. الان چکش کنیم اصلا همینطوری داره میره بالا. تو همین مارکتی که ریزشی بود اوکابه داره همینطوری میره بالا. اوکابه که میگم تراز پنجره‌های ساختمانی رو وقتی بخوایم در نظر بگیریم به اون میگیم اوکابه توی فیلد ساختمان. آره حالا میگم همین دیگه اوکابه میگم اوکی اوکی. حالا اینو که گفتیم من یادم اومد که من توی در واقع اون سایکل قبل کریپتو خیلی اینجکتیو رو دوست داشتم و حتی اینجکتیو هم داشتم. خب تو اون بره اینجکتیو اونطور که من می‌خواستم، به خصوص توی برهه‌ای که الان هولدش کردم، ریترن به من در واقع ریوارد خوبی نداد، بازده خوبی نداد. ولی الان توی همین بیر مارکت اینجکتیو فکر می‌کنم یه رشد چند صد درصدی رو همونطور که احتمالاً دوستان می‌دونن ما استثناءاتی داشتیم، یعنی اینجکتیو و از این ور سولانا و عرضم خدمت شما همین خود رندر هلیوم از بانک هم به خاطر سولانا رشد، بانک هم که به خاطر اینکه تو اکوسیستم سولانا بود اینا همه در واقع خیلی رشد خوبی داشت. پس همزمان در واقع 4 تاشون هم لپتاپم خاموش شد. اوکی. آره اونجا شما فکر کنم از اینجا کشیده شد برادر. اینجا که وصله ما. حالا نمیدونم چی شد. چرا الان تازه شارژ شد؟ لپتاپ منو با پا زدن شارژرش رو. پس تا اینجای بحثی که داشتیم دیپین رو شناختیم، حوزه‌اش رو شناختیم، یه سری ارزهای پرپتانسیلش رو معرفی کردیم، شرایط‌های مختلف اون ارزها رو بررسی کردیم، یه سری لابلای اینها به یک سری ارزها در واقع اشاره کردیم که پیشنهاد می‌کنیم به واچ لیستتون اضافه کنید. کل این ویدیو رو ببینید، یه سری نکات رو گفتیم. با برنامه‌ریزی نبود اما توی فکرم بود که من صحبتشو انجام بدم و فرزاد عزیزم توی ذهنش یه سری ارزها رو بررسی کرده بود که دیگه بیان کرد عزیزم. من میون اینا محمد اسم سیاکوین رو آوردم. من سیاکوین رو زیاد بررسی نکردم SIA. خب اینو فعلا چون خودم شخصا بررسیش نکردم، اینو از زبان من صرفا تو این حوزه بود، جز ارزهای با پتانسیل فکر نمی‌کنم باشه.
میتونید در واقع تتا رو جایگزینش کنید و آکاش نتورک حالا با سیمبل AKT صرفا اینا رو توی واچ لیست داشته باشید. خودتون هم بررسی کنید حتما فاندامنتالشون رو، ولی آکاش نتورک هم که نمادش رو یه بار دیگه بگو. AKT. اوکی. باز خیلی با پتانسیل هست. بسیار خوب. من بررسی میکنم ارزهایی که هستش رو. تا شما اینو باز میکنید من یه ارزی داشته باشم با همراهمون. یکی از مسائلی که پیش میاد به خصوص ابتدای بولران ها اینه که اشخاص وقتی که میان، مثلا برای خود من پیش اومده، خب و اینو مطالعه کردم دیدم ظاهرا یه چیز همه‌گیر هست. وقتی من میام مثلا آکاش رو الان بگیرم، اگه حس میکنم که زمان خوبی ها و حالا ابتدای مثلا بولران قرار باشیم، اگر بولرانی در کار باشه با توجه به اینکه هاوینگ رو در راه داریم، با توجه به اینکه ETF ها در واقع تایید شدن، با توجه به اینکه کوانتیتیو ایزینگ یا QE رو از سمت فد احتمالاً داریم، میام میبینم مثلا آکاش تا همین الان از پارسال تا الان year to date 600% محمد رشد کرده، 580%. بعد پیش خودم فکر میکنم میگم خب ارزی که 580% رشد کرده احتمالاً دیگه کارش تمامه دیگه، رشد خودشو کرده و دیگه بیشتر رشد نمیکنه. ولی اینطوری این نگرش میتونه درست باشه یه جاهایی، ولی وقتی بحث از یه نراتیو، یه ترندی که در واقع نراتیوی که ترند میشه، یک حوزه‌ای که طی حالا یک بازه زمانی میاد و خیلی مطرح میشه در مورد اون صدق میکنه، اینه که به هر حال این باز به رشد خودش ادامه میده و یه موقع میبینی از همین جایی که هستم باز چند ایکس میره بالاتر، فقط به خاطر اینکه توی حوزه‌ای هست که جذابیت زیادی برای سرمایه و بسیاری هم فاندامنتالا رو بررسی نمی‌کنن. مثلا می‌بینن توی حوزه دیپین چه ارزی وجود داره، مثلا می‌بینن 20 تا ارزه، میرن میخرن دیگه، کاری ندارن. یعنی دیگه یه جوری هایپ روش دیگه، همه میرن تمرکز مثل گیم ها دیگه، یعنی مهم نبود که چه اتفاقی میخریدن دیگه، گفتن اینم خوبه اینم خوبه. اتفاقا یکی از حوزه‌های محمد که ارزی که شما گفتید رو من الان روی اسکرین دارم. بله. برای این ارز رو AKT میبینیم که شرایطش چگونه بوده در تایم فریم هفتگی و رشدی هم که داشته چیکار کرده و چه لگایی چقدر. آره خیلی عجیب غریب. بذار از اینجا ببینیم که چقدر رشد داشتیم. 2120 تو چند هفته چند تا باره؟ الان نه چون دقیق نزدم این رو، حالا حدودی 64 هفته. توی حدود یک سال 20 برابر شده. آره یعنی اگه پارسال همین موقع مثلا کسی آکاشت میگرفت 20x شده بود سرمایه‌اش دیگه. البته خب خرید توی کف و فروش توی سقف بیشتر شبیه حالا رویاست، ولی حالا به هر چیزی که ما فرض کنیم تو همین مدت اخیر از فکر کنم همین کف بگیریم تا اینجا، تا همین محدود میشه کلا 200% توی منطقه دیگه. آره مثلا منطقیه دیگه. اینجا فرض کنیم ما اینجا وارد شدیم، اینجا مثلا خارج شدیم، اوکی؟ 170 تا توی 84. اینا حالا به صورتی هستش که میخوایم بگیم که ببین مسیر صعودیه برای این ارزها و هر جاییش که بگیرید شاید یه ریزشی داشته باشه، اما مسیر در حال حاضر صعودیه که باید بررسی‌های دیگه هم انجام بدید. این که فاینانشال ادوایس. یس. توصیه مالی نیست. و اتفاقی که میفته اینجا تتا رو داریم، میتونیم با هم دیگه ببینیمش که من این ارزها رو DYOR. بله. Do your own research. دقیقاً. و بعد یه چیز مهمی هم که میخوام بگم که این ارزهایی که مثلا توی این بخش میبینیم اینا تگ شدن یا این چیزها رو در نظر نگیرید. اینا واچ لیستی نیستن که شما بخواید مثلا بگید که این تو واچ لیست بوده ما خرید کنیم، اینطوری نیستش. خب بله. این تتا رو با هم دیگه آره فرض کنیم همین محدوده، ببینیم که میزان رشدش، من همیشه سعی میکنم که برای ویدیو از وسطاش بگیرم که خیلی چیز نشه. این 9 روز بوده، 9 روز هم از تو 9 روز 15% با اگه اهرم بگیریم که دیگه آره طبیعتا خیلی بهتر خواهد شده، بیشتر، ولی مشخص بوده که اینجا اگر که باهاش آشنا بودیم الان یه جوری هایر لو هایر های زده تو دیگه قبل، ولی اینجا حالا نمیدونم اینا میشه پول بک دیگه اینطوری. دقیقاً یه پول بک بوده. ما یه سطحی رو داریم اینجا، ببین چه خبره اینجا. آره ببین اگه بخوایم به سطح مهمی اینجا، بسیار مهم، ولی اگه بخوایم بدونیم که با ATHش چقدر فاصله داریم 1350% حدوداً از همینجا تا ATHش، یعنی 13-14 برابر اگه بخواد ATH رو قبل رو بزنه. دقیقاً بخواد قبل رو بزنه که
به نظر من اگه مارکت حرکت کنه و بیت کوین بره به سمت احتمال داره ایتش جدید هم بالاتر، بزنه. بله حتما، چرا که نه. و میتونیم لگای قبلیش رو ببینیم، روند قبلیش رو ببینیم که چقدر رشد کرده. از انتها اگه بخوایم بگیریم حدود 45,000%. اصلا این چیز عجیبیه. حالا فرض کنیم بیایم تو حالا هفتگی ببینیم کجاست. خب خیلی شرایط برای ما ایدئاله اینجا. من حتی اگر که بخوایم یک RSI رو استفاده کنم براش، خب میبینیم شرایط هفتگیش به چه صورت هست. اینجا کف ها همگی محدوده ها مشخص. ماهیانش رو ببینیم توی همچین شرایطی هست. بهتره که توی اووربات هم نیست، یعنی همون الان توی تایم فریم 4 ساعته هست ولی واگرایی شدیدی هم نداره. میشه همچنان مثلا بیاد یکم پایین و از این شرایط بیرون بیاد. ولی اینجا خب باز بستگی داره به اینکه مثلا برید هولد بگیری یا مثلا برید ترید سوینگ بگیری. دقیقاً. خب اگه بخوایم هولد کار کنیم خب باید روزانه، هفتگی، ماهیانه رو بررسی کنیم که شرایط برای ما ایدئاله. ولی یه چیز جالبی که اینجا اتفاق افتاده، واگرایی کاملا مشهود اینجا داشتیم. خب خیلی مشهود بوده دیگه، باید ما اینو میفهمیدیم که احتمال ریزش داره. همچنین که حدود 40% یا 8-9% هم ریخته از همون محدوده و این به راحتی میتونه برگرده و اینا رو پر کنه. این رو در نظر بگیریم به دلیل اینکه روندی که برای ما ترسیم شده به این صورت بوده. حالا اینو اگر این محدوده رو کف بگیریم، این هم سقف، این اومده اینو شکسته. اما یه نکته عجیب و غریب داره، این هم اینه که ما تو این محدوده اینجا تو این محدوده ها اگه یه زوم در نظرشون بگیریم، اینجا رو در نظر بگیریم، گره های مختلف، یه منطقه بسیار مهمه. هم یه جایی سپورت بوده، یه جایی اینجا رو ببینید برخورد داشته، اینجا رو ببینید ساپورت کرده. تو این محدوده ها یه گره های تولید شده و دوباره رد شده. اگه که بخوایم از نظر تکنیکالی بررسی کنیم، این محدوده بسیار مهمیه و اگه قرار باشه بشکنه باید از این محدوده بیاد پایین و اگه قرار باشه به سمت بالا حرکت کنه، خب تو همین محدوده دوباره دقیقاً شروعش میتونه دقیقاً همینجا باشه. به همین دلیل میگم حالا این لگ هایی که الان واگرایی هم دیده نمیشه محمد دیگه. خیر الان دیده نمیشه، روزانه نه دیده نمیشه و همه چیز سر جای خودشه. حالا واگرایی یکی از متعدد فاکتورهایی است که دقیقاً یکی از مؤلفه های تصمیم گیری ما هست، ولی قطعی نیست، چون خیلی موقع واگرایی ها 3 تا قله رو میزنن و نیاز دارن به این موضوع، ولی مارکت همچنان به سمت بالا حرکت میکنه. اینو به راحتی در اتریوم هم دیدیم، وقتی که داشت سقف میزد، ATHش رو میزد، اونجا کلی واگرایی داشتیم ولی بالاخره روندش صعودی خواهد بود. در صلح هم میبینیم همین رو. مثلا چه وقتی بدونیم فاندامنتال رو و بدونیم تحلیل تکنیکال اون به چه صورت پیش میره و شناخت کافی نسبت به هولدرها و پرایس اکشن مارکت داشته باشیم، همه چیز در کنار هم دیگه خوب انجام خواهد شد. ارز دیگه که شما فرمودید AR بود. بله اینجا اگر که ما بخوایم در نظر بگیریم، ببینید فقط در این صرافی چه شرایطی داره. اگه بخوایم به سقف قبلی برسیم 570% هستش و اگه بخوایم از نظر خطوط ساده تکنیکالی بررسی کنیم، خب ما یک کفی اینجا داشتیم، این محدوده رو یک زوم در نظر بگیرید. محدوده مهمیه. دقیقاً این محدوده اینجاست، یک زوم در نظرش بگیرید و سقفی هم که بخوایم ببینیم، من ترجیح هم این محدوده است. حالا اینا رو با دیتیل بیشتر دقیق تر باید بررسی کنید، ولی من اینا رو همگی رو گره میبینم این محدوده رو برای خودم و میگم آقا اینجا این بخشایی که هستش باید زیر نظر گرفته بشه. اگر یه مقداری ازش رد شه یا یه مقداری بریزه مهم نیست، مهم اینه که ما بدونیم کجا داریم سوار مارکت میشیم و چه روندی رو طی خواهیم کرد. اینو نمیدونم فکر کنم 500 خورده درصد بود، بله حالا 500-600%. فانتوم رو داریم اینجا. فانتوم اگه بخوایم بررسیش کنیم که بسیار بسیار من دوستش داشتم و ببین محدوده هایی که حالا من مدام اصرار داشتم روش، همین محدوده ها بوده که سودهای خیلی خوبی هم داده. مثلا همین محدوده‌ای که معرفی شد 230% فانتوم، اون دوستانی که خریدن رشد کرد و تا همین جایی که الان رشد کرده، فرض کنیم من اینجا هم که معرفیش کرده باشم که حالا اعدادش هست 100% سود گرفتن و اگه بخوایم تا
سقفش رو در نظر بگیریم 700% پتانسیل رشد خواهد داشت. اگه بیت کوین سقفش رو بشکنه فرزاد جان، بله، تمام اینها به سمت سقف بشکنه، یه مکس اونجا کنه دیگه، از بیت کوین سرمایه میره به سمت بیت سیزن، آلت سیزن اتفاق میفته. این رو هم میگیم که به چه صورت میتونید بررسی کنید. من توصیه‌ام به دوستان اینه که وقتی اکوسیستم، مثلا وقتی صحبت از بی ام بی میشه، صحبت از فانتوم میشه، صحبت از سولانا میشه، صحبت از آدا یا دات میشه، محمد، بررسی کوین ها یا پروژه های برتر اکوسیستم اونها هنوز میتونه بیشتر دوستان رو منتقل دقیقاً کنه. یعنی مثلا شما میرید داخل، به عنوان مثال عرض میکنم، بی ام بی، میبینید که مثلا تاپ پروژکت های بی ام اکوسیستم بی ام بی یا حتی پروژه های جدیدتری که ایده های خاص دارن، تیم قوی دارن، مثلا فاوندری که از یه پروژه کریپتویی خیلی قوی دیگه شاید اومده و خودش حالا مستقل مثلا یه پروژه ایجاد کرده، اینها معمولا سودهای متفاوت در دراز مدت دارن تا حالا خود اصل اون، مثلا حالا بی ام بی یا اف تی ام که کوین اصلیه، حالا اون اکوسیستم محسوب میشه. پروژه های اون اکوسیستم معمولا لذا ریترن بهتری رو میتونن داشته باشن. مثلا توی فانتوم ما ویگو رو داریم، توی دات توی ما ارز کوساما رو داریم. دقیقاً الان داشتم سرچش میکردم. کوساما رو داریم در دات که به نظر من اگر قرار باشه بین دات و کوساما یکی انتخاب کنیم، کوساما گزینه بهتریه، به خاطر اینکه وقتی برگشتی به وجود میاره کوساما رشد بیشتری از یک کورولیشن خوبی با هم دارن دیگه توی شبکه. آره، اما کوساما رشد بیشتری داره، ریزشش هم بیشتره، به خاطر هم یکم ریسکش بیشتر میشه. ولی اگر دیگه دقیقاً اگر که ما بخوایم بیایم، من اینو سرچ کنم، نمیدونم چرا مدام میرم بالا سرچش میکنم. اوکی، اگر که حالا این تا محمد کوساما رو میاره، توی اکوسیستم فانتوم ما ویگو رو داریم، بتهوون رو داریم، ستارگیت فایننس رو داریم و همینطور حالا پینت سواپ یا همون براش، اینا همه مثلا زیر مجموعه های خود فانتوم هن که مثلا من این نیم نگاهی هم بهشون دارم، هرچند که خیلی لو کپن، مایکرو کپ هستن، ولی در واقع فکر میکنم که در دراز مدت اگر فانتوم رشدی داشته باشه، اینها احتمال اینکه رشد اگریگیت، رشد جمعی مجتمع بیشتری بدن خیلی بیشتر هست. همچنین ریزششون هم باید دقت بشه. من خودم از ریزششون خیلی متضرر شدم. بله، این اتفاق میفته. ببینید یک نکته آموزشی که میخوام اینجا بهش دقت کنید. ببینید من میخوام یک ارزی رو اینجا سرچ کنم به نام کوساما، اوکی، KSM. میام در کوین بیس این رو سرچ میکنم. این که طبقه زیادی نداره. مثلا بذار این بخش ویدیو رو که حالا میخواید ببینید دوباره من برای شما این رو بگیرم. خب من میخوام این رو سرچ کنم KSM به این دلیل که قبلش رو نبینید. خب این رو سرچ میکنم، الان میاد اینجا، من میگم خب این ارز اینجا وارد شده، چون اولین بخشی، اولین اکسچنجی که میاره کوین بیس هستش. خب من اینو توی شما وقتی سرچ کردی اولین پیشنهادی که به داد خود تریدینگ ویو در واقع دقیقاً کوین بیس بودش. دقیقاً. ولی میبینیم که 62% با ATHش فاصله داره. خب اینجا من شروع میکنم به تحلیل، میگم خب این اینجاست، نمیدونم حالا سقف و کفش رو تعیین، حالا کارهایی که باید انجام بدیم فرض کنیم، این حالا همش فرضی. اما این ما رو به اشتباه میندازه. این تایم فریم هفتگی هم مثلا میایم تو روزانه که دیگه شرایط متفاوت تر میشه. خب من یک بار دیگه این رو سرچ میکنم و میام توی صرافی کراکن و اینجا کلیک میکنم. شرایط برای من کامل عوض شد در تایم فریم هفتگی و میبینیم چه رشدهای عجیب غریبی داشته و الان دقیقاً جایی هستش که انتظار داریم از همینجا دوباره به سمت بالا حرکت کنه. و چقدر فاصله داره از اینجا؟ 1240%. این حدودی تقریبی، چون این پایین هم هنوز نچسبیده و حدود 1300% فاصله داریم با ATH. و چیزی که ما تصور میکنیم و چیزی که میبینیم در یک صرافی با یک صرافی دیگه متفاوته. پس باید بدونیم کدوم صرافی برای کدوم ارز مناسب هست، کدومی زودتر وارد شده. و اگر بخوایم لگ قبلی رو ببینیم، نشون میده بستگی داره به اینکه توی اون صرافی چه لیست شده باشه دیگه. دقیقاً. بعد اونی که اول لیست شده بوده رو تحلیل کنیم. دقیقاً. و ببینید 64,000% رشد داشته توی این صرافی. چه عدد عجیب غریبیه. 640 برابر. دقیقاً $1000
چه عددی میشه؟ 640. خب ببینید اگه ما اونم نخواهیم در نظر بگیریم، ما همین 5000% رو رشد بهمون بده، ببین چه عدد عجیب غریبی میشه. بله. آره. و پس به همین دلیل هستش که میگم اینو زیر نظر داشته باشید. ما اگر که بخوایم حالا دات رو هم در کنار این قرار بدیم، دات روی بایننس بهتره. خب اینجا چه شلوغه. مشخصه که حسابی آره دوستش دارم و با دات کار زیاد میکنم. اینجا اگر که ما بخوایم ریزش این رو یا رشد اخیر این رو در نظر بگیریم از همین 20 اکتبر، میبخشید اگه بخوایم رشد این رو در نظر بگیریم از 20 اکتبر حدوداً 150-160% حالا حدودی اینا تقریبیه. ببینیم این چقدر رشد کرده 20 اکتبر، حالا اینجا میشه حدوداً همینجا این 270%. رشد به نسبت بیشتر، ریزش هم تو به نسبت بیشتره دیگه. دقیقاً این خیلی کمتر هست. ذهن رو باز میکنه که من روی کدوم دارم روی چه چیز سرمایه گذاری میکنم. رفتارش رو هم اگر که ببینیم رفتار مشابهی هست. اوکی این روزانه است، اینم روزانه‌اش رو من بیارم. رفتار مشابهی هست، پس اینم میتونه در نظر بگیرید و برای شما یک گین باشه از این ویدیو و از این اپیزودی که ما تهیه کردیم و میتونید روی این ارزها سرمایه گذاری کنید. امیدواریم که مفید بوده باشه. حتما مفید خواهد بود. به خاطر که دوستانم رو اون بخشش که دوستان من هستن میدونم که براشون مفیده و شما هم در طی صحبتتون میدونم که یه سری افراد هستن شما رو دنبال میکنن و خیلی به نکات فاندامنتالی که شما میگید علاقه‌مندن و امیدوارم که این اتفاق با حمایت شما دوستان عزیز و با کامنت ها و لایک ها و معرفی شما از شبکه ما ادامه دار باشه و بتونیم روزهای بهتری رو برای شما رقم بزنیم و بتونیم در مسیر پیشرفت و همچنین ارورها و اصلاحها و در واقع اتفاقاتی که توی مارکت به وجود میاد شما رو با خبر کنیم و در جریان بذاریم که همگی در کنار همدیگه بتونیم سود ببریم. ایمن. آمین. دمت گرم. مرسی از تو. خیلی حال دادی. فدات ممنونم. عاشقتم. شما. مرسی. متشکرم. و میبینیمتون دوباره. با امید دیدار. خداحافظ.